مجددا بازیکنان پیروزی تهران حرکت بادامکی در درون محوطه جریمه، موقعیت خوب برای بازیکنان پیروزی تهران. گل برای پیروزی تهران در دقیقه 10 دروازه صنعت نفت آبادان باز میشه. فرزاد آشوبی بازیکن شماره 17. یه بار دیگه نگاه کنید، پاس خوب بادامکی در درون محوطه جریمه و ضربه محکم فرزاد آشوبی به مطوری. حرکت خوب نفتی ها توسط روح الله عرب، یه موقعیت خوب و گل برای صنعت نفت آبادان. دقیقه 15 روح الله عرب روی فرار خوبه. یه بار دیگه نگاه کنید، پاس خوب محمد مطوری و ضربه تمام کننده روح الله عرب. تو بلند آقایی برای بادامکی درون محوطه جریمه، موقعیت خوب و گل دوم برای تیم پیروزی تهران توسط محسن خلیلی. دقیقه 46 محسن خلیلی شوبی و محسن خلیلی. یه بار دیگه نگاه کنید، حرکت خوب بادامکی، پاس رو به عقب و ضربه تمام زاهدی درون محوطه جریمه. صابر میرقربانی با اون حرکت میکنه، آقایی ارسال بلند برای روح الله عرب، یه موقعیت خوب برای مارسلو دسوزا و گل برای صنعت نفت آبادان. مارسلو دسوزا روی تعلل مدافع پیروزی تهران به عنوان آخرین مدافع نفت کار میکنه. باره نگاه کنید، حرکت صابر میرقربانی رو در درون محوطه جریمه، پاس حسین سلامی، اثر گذاشت روح الله عرب و بدین شکل دروازه مهدی واعظی برای بار دوم برای روح الله عرب ارتباط قطع میکنه. سپر ایدری نیکبخت جان میذاره سوزا رو درون محوطه جریمه و گل سوم برای پیروزی تهران روی تعلل مسلم خط دفاعی صنعت نفت آبادان. علیرضا نیکبخت واحدی در دقیقه 81 این بازی دروازه صنعت نفت آبادان رو باز میکنه. پیروزی تهران 3 صنعت نفت آبادان 2. یه بار دیگه نگاه کنید، خود نیکبخت به تو زد، جا گذاشته سوزا رو و از روی سر حسن هوری بدین شکل دروازه صنعت نفت آبادان برای بار سوم